سلام بچه ها، خوش اومدید به یه بازی ترسناک دیگه. خب برو بریم بچه ها. این بازی آنلاین میتونید برید، هم یکیش از هم دو، و طبق معمول بیشتر بازی ها رو البته بازی قبلی رو آنلاین رفتیم با خارجه، ولی این بازی ترسناکه رو خودمون تنهایی ردش میکنیم، بعدش میریم با دوستان که با دوستان بازی کنیم. این بازی رو یاد ندارم فکر کنم. خب طبق معمول به خلاصه بهتون یاد میدم بازی رو تمامش کنید چجوری با دوستاتون، و کلا بهتون آیتما رو بگم کجا میاد. اول از همه بهتون بگم بنزین بعض وقتا هر وقت که میاد اینجا بعض وقتا اسپان میشه، یا دو جا که سری شما این فرفره هست همین 4 تا زنجیر، نمیدونم چرا 3 تا زنجیر قیب شدم، فقط زنجیر خودمه. خب ببینید، من اول از همه پیشنهاد میکنم هرچی وسیله پیدا کردید بندازید اینجا. شما حالا شاد کنم بهتون میگم چجوری تحویل کنید. خب اول از همه حساسیت بازی رو ببرید بالا که تون کارو پیش ببرید، که حالا با رفیقاتون بازی میکنی پیشنهاد میکنم به رفیقاتون نگید اینا رو، که اینطوری بیشتر کار رو خودتون کردین و کلا بازی به نفع خودتون تمام کنید و اینا رو اینطوری برید. خب اول از همه بهتون بگم که مستقیم وقتی دویدن این راه رفتنی میگیرید میدوه و نگاه کنین، اگه جهت های دیگه مثلا عقب چپ راست برید نمیدوه، فقط نگاه مستقیم میگیرید میدوه. پس هر موقع با دوید فقط مستقیم بزنید که بهترین راه. خب حالا بهت گفتم راه جای بنزین کجای نکنین، الان مستقیم گرفتم من از پیرزن فرار کردم. خب تبری یا به درخت چسبیده، درخت ها رو بگردید به درخت ها، یا هم که اینجا هستش بنزینم که گفتم این سومین جا که خودتون میدونم باتری هم ممکنه اینجا باشه تو آپدیت جدید این بازی. خب راسته این من حالا نمیدونم، خودم میگم تئوری. ببین میگن یک آیه بود از که نشد شد یک جای کره زمین هستش که همیشه شبه و آسمونش هم رنگی بود تو شبه هستش، و من میگم حتما این داره با خونه دقیقا همین تا همون منطقه‌ای هست که همیشه شبه ها برای این خب این خونه نمیدونم چرا برق کمه. شما باید جای کشور اول از همه حفظ کنید که چون برق کمه شما شاید نبینید، نکن هر جا که جای دستمال نمیده شما میبینید یا نه. جای کشور باید حفظ کنید و چون خیلی طور که الان این کشور اصلا نمیبینم. خب باز میکنید جای کشور رو باید حفظ کنید. از تو ویدیو این کلا کشور باید حفظ کنید، باز کنید. شاید اصلا با رفاقتون باز میکنید اون نور کمه. وای اومد دنبالم، صدا خوش میاد. خب حفظ کنید، باز کنید. 4 تا باتری نیاز دارید که حالا من معما رو حالا که واسه تون گفتم این کتابه کلید و اینا خب اینا الان توضیح دادم کجا آیتما میاد و سر این تفنگ یادم ممکنه اینجا باشه یا تبر اینجا باشه. خب قشنگ حفظ یا یه دونه چی میگن باتری اینجا باشه این اون میزه، یا هم کلید اینجا باشه یا کلید اونجا. 3 تا جای کلید. اینا فقط واسه سرستا کردن، واسه صدمه هیچی نیستش بیشتر نمیخوام. خب برم این آیتما رو بذارم تون رو خلاصه‌ای بریم. خب میخوام خلاصه‌ای بریم جلو سری. اینا رو همه میندازی اینجا مثل خودم. پیشنهاد میکنم حداقل یه جا بزنی که حفظ کنی. خب ببینیم. خب دوستان عزیز توجه هم داشته باشید ممکنه یکی از باتری اینجا باشه. خب همونطور که میبینید اگه مستقیم بدوید خیلی راحت از پیرزن همین مادر بزرگه فرار میکنه. میتونتش خب ببینین برق خونه رو باید با این باتری ها وصل کنید. 4 تا نیاز دارید. بعد حالا یه نکته دیگه،
شما به هیچ عنوان اول بازی به اون ور نری. چرا؟ چون یک زنه هستش، حالا یک زنه هستش میاد همش تا اینجا دور میزنه. شما کامل خونه رو خالی کنید بعد برید سمت زنه که احضار شه. خب کشا رو همه رو میگردیم تو این کشا 100%، چون بیشتر کلیدا تو این کشاه که بله. برو بریم که شما فیوز چند تا ببینم کلید پیدا کردم. کل خونه رو باید خالی کنید بعد برید اون سمت. شاید هم یه تیکه شاد کن اصلا جای زنه باشه، شاید هم یکی از فکر کنم یکی از بنزینام تو اتاق زنه باشه. اون ور نرید که هزار نشه بیاد سمت شما، بیاد دقیقا جای زندانی که آیتماتون رو میذارید. خب میریم طبقه بالا. خب آقا راستی ما کلید رو بر نداشتیم، حالا بهتون میگم این کلیده ماره چیه. حساسیت رو گفتم برید بالا، واسه این گفتم که از دست پیرزن خیلی فرز فرار کنید و حالا یه خوردم طول میکشه آیتما رو بردارید دیگه. راحت سریع ازش فرار کنید. خب من چند باتی دارم؟ دوتا دیگه. خب برو بریم. و یه چیزی دیگه هم ازش بهتون اطلاع بدم، اینا سایه هستن. این نمیدونم حالا شما اگه تو نسخه کامپیوتر اگه اینو به بازی بریزید اینا جنازن و نمیدونم چرا توی همین اندروید جنازه ها ساین. خب بریم تو همون بگردیم. اینجا چی نیست. کتاب ممکنه اینجا هم باشه. تیر شاتگانم پیدا میکنه. حالا شاتگانم فقط میسازم، نمیخواد استفاده کنم ازش. کلتم وجود داره تو بازی. بعد کلید تو همین کشو هم هستش، اولیش دقیقا. خب بچه هدف بعدی بالاست، طبقه بالا. خب برو بریم. اومدیم طبقه بالا و بچه ها ببینیم حالا توی دوش باگا و اینا بیشتره. حتما توی همین سری واسهتون تمام میکنیم و دوش هم بهتون میگیم که چه چیزایی باگا و نمیدونم کلا نقطه ضعف حلا رو میگیم. ای خدا. خب باتری رو برداشتیم. ببینید اون یکی از تیکای شاتگان ممکن تو همین وان همون افتاده باشه و ببینید چرا قوه اونا نداره. شما باید از حیف سازی کنید، ولی توی دو نگران نباشید چرا قوه هستش. خب اشکال نداره، نترسید. افتاد دنبالتون اصلا بدون هیچ ترسی راحت میاد سمت. منم اوکی. اینجا انشالله که نیست. نه بعض وقتا سکته میده. اینجا رو میگردیم. اوه کورت. خب بچه همه اینا رو جمع میکنیم. خب بچه من کلی تیکای شاتگان رو برداشتم و 3 تیکه بیشتر نیستش. فکر کنم 4 تا باتری، نه 3 تا باتری رو برداشتم و بقیه‌اش هم بهتون میگم. این حالا شاتگان کجا تکمیل کنید. خب بچه ها ببینید میایید تو حیاتش و شما شاتگان ها رو باید اینجا تکمیل کنید. نکن تهش یا اینجا. بعد این به باتریش یه بارم ممکنه این مثلا تیر جای شاتگان مثلا جایی توی یک دری باشه که زنجیر شده باشه، یا مثلا باتری یه بار من دیدم گذاشته تو توالت فرنگی باتری رو گذاشته بود که من یه بار با آنلاین داشتم بازی می‌کردم، کلی دنبال داشتم میگشتم دنبال اون یه دونه باتری، بعد یه دونه به خاطر یه دونه باتری یعنی انگار کل بازی رو تمام کرده بودم، فقط انگار کل معما رو حل کردم غیر از همون یه دونه باتری. دنبال همون یه دونه باتری بودم که با اون یه دونه باتری به اون کوچولی گشته تو توالت فرنگی که دقیقا زنجیر شده بود. خب میای اینا رو میذاریم. پس ببین شاتگان شما به امراتی تکمیل شد. خب حالا من این استفاده نمی کنم. تیرشون هم میبینید از دوربر باید سری تیرهای قرمز هستن پیدا کن.
خب بچه‌ها، من حالا شاتگان انداختم اینجا و بهتون بگم با این شاتگان نمیتونید هیلا رو بکشید. هیلا رو نمیتونید بکشید در حدی که گیج کنه. الان شاید بگید که اصلا واسه چی شاتگان رو داد. خب این دوتا آیتم کلید رو با این کتاب پیدا کردین، برید طبقه بالا درجا. خب فکرم این مادر این گرانی بالا بود که دیدم اون بغل سری فرق کرد. خب اینجا باز میشه یه دیوار مخفی. بعد اینجا میزنید کلید تو، اینجا یه جنازه است و این کتابا راجع به این که قبل از ما کیا را گرفته اعدام کرده و کشته. خب کلید برمی داری روی شیشه هم نری بپرید اگر خواستید بیاد از روش، حالا خواستید رد بشید. این شیشه و آجر اینا شما به هیچ عنوان زیر تخت نرید چون میگرده زیر تخت. و بهتون میگم اگه زیر تخت پیداتون کنه هیچ راه فراری نیستش. حالا تو کمد و اینا پیداتون کنه شاید راه فرار باشه، ولی زیر تخت اصلا راه فرار نیست، گرفته میشین. بیا سری لای درزی. حالا این گرانی چاق‌تر از اونه که به خودش لای این درزی جا بوده. خب چیکارش کنی؟ شاید با این در خروجه. در خروجه کلیدی که داده. خب بچه تبر رو ورم دارید فقط واسه دوتا جاست. یکی اینجا در خروج که حالا خب جای دومم که مجبوریم بریم جایی که زنه که احضار شه، مجبوریم. خب بچه ها این کشوه حالا نمیدونم تو آپدیت جدیدش بگردین حتما، چون من یه بار توش باتری پیدا کردم. خب الان زنه احضار میشه، نگاه صداش هم میشنوید که حالا باتری هم با خودتون ببرید. هر چقدر باتری، فقط 2 تا باتری جا میشد دیگه، 3 تا جا نمیشد. 2 تا باتری میتونستید اینطور باتون ببرید. اینا رو میذاره 4 تا گفتم میخواد. بعد حالا فکر نکن حالا 4 تا رو بذارید این میره ها، بین 2 تا بنزین هم باید بذارید. ای وای. خب بچه ما دیگه نیاز به تبر نداریم و برید تو این تونل. و شما اینی که میبینی اینجا بود، این هیچ جا دیگه ای نیست، فقط هم همینجا اسپان میشه. و بریم دیگه تبر رو بندازیم همونجا. و بچه یه زنه خیلی دیگه نزدیکتون بشه صداهای نمیدونم یه سری صدا در میاد، نگاه یه بشکنی میاد، مثلا میخواسته تپش قلب بسه سازنده بازی شاید تپش قلب شد، ولی تون زد دیگه یعنی افتاد دنبالتون. خب اینو واسه 4 تا جا میخواید. این یکی هر چی زنجه میاد پاره کنید. این 2، این 3 هم یه دونه بنزین و 4می هم در خروجه که این بره. و وقتی هم تو کمود هستید این بشکنه رو هر موقع دیدین تون در میزن. خب اینو میندازیم سریع بریم سریع همه آیتما رو میاریم. تو فکر نکنم بگید به در بکن. خب سریع نه بزنید روش. آها و حالا کلید رو برمیداری. تمام دیگه در خروج باز، ولی رمز رو باید بزنید. خب بچه ها دوباره هم این باتری تو توالت فرنگی بود و بریم دوباره. فکر کردم این رفته، ولی خب شما تو این میرید تو این تونله. 2 تای بنزینا رو میریزید تو این 2 تاش 100 این هم 200. حالا اینجا هم یه اشتباه کنید 3 بار باید بزنید. اگه 3می رو اشتباه کنید دوباره باید 3 بار بزنید که آها. خب حالا میتونید برق رو بس کنید. خب نگاه کنین این 2 تا رو میذارید. شما اگه اون بنزینا رو پر نمی کردید این دستگیره بالا نمی اومد. الان بالا اومد، برق به خونه وصل شد. یک دونه برگه نمیدونم
یک رقم 6 رقمی هستش. خب سریع از اینجا میریم بریم سریع خونه مادر بزرگ. و بچه ها وقتی برق خونه وصل شد، موقعی که میخواید وارد بشین یه لحظه لگ میشید، پس همینجوری نرید چون ممکنه این گرانی حالا اگه قبلا هم رفته باشی لگ نمیشید، واسه اینکه یه لحظه لگ میشید میخواد لودینگ کنه. حالا میتونید کد بزنید، برق نبود که کد بزنید. خب پشت این برگه ها مثل این، نه این نیست، برگه پشتش نیست. یا بالفصل ببینید اون کد فقط پشت همین اکسانو اینجاست. 28 54 79. خب اوکی بچه ها. چیزی دیگه، شما اگه آفلاین تک نفر باید بازی میکنید مجبورید حفظ کنید، ولی اگه آنلاین دارید بازی میکنید با دوستاتون میتونید تو چت بنویسید، چت رو وا کنید، هم موقع چت واه میتونید از رو بخونید و بنویسید راحت. 28 54 79 میزنید روی یکی و تمام، بازی تمام شد. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سریع پایان رو ببینید. خب تمام شد، ما فرار کردیم. صورت نور این هم که همون کسی بود که اول بازی ما رو گرفته بود تو برف. امیدوارم از این بازی خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.